در مورد رمضان گفتید، نفری از ما سوال کرد که چرا مردم بیشتر در ماه رمضان انتظار میشوند رمضان نصف شود یا که آخری رمضان شود، بعد زکات های خود را میرورن برای نیازمندان و فقیران میدهند، در حالی که نفری فقیر در اول رمضان شاید احتیاجمند از آن زیاد داشته باشد که یک غذای برای خود خریداری کند، یک سرفه رمضانی خوب برای خود آراسته کند. چرا چنین نمیکند و آخر ماه رمضان ماندن رو که میان آن ماندن برای آنها خیر و احسان میکند؟ سبب اینو در چی میبینید شما؟ البته کار نادرست است، چون اگر در اول رمضان کسی است عرض وجود دارد، شکر میکند، قناعت میکند، خیر احسان دارد، طاعت عبادت میکند و هزاران نیت خیر دارد، تا آخر رمضان نباشد چی؟ بله. همین روز غنیمت دانستن در کارو، همین روز خیر احسان کن. اگر عمرت باقی باشه با آخر رمضان خیر کن. چون مردم فکر میکنن که در عموم مردم چنان عادت شده است که مثلا دههای آخر ثوابش بیشتر و افضلتر است. برادر، همون دههای آخر اگر نرسی چی؟ مادامی در این ماه مبارک قرار داری، هر ساعت غنیمت بدان. امروز روزه داری، میتونی پگاه نباشه. امروز الوداع بگیر، روز وداعیت است، یعنی پگاه نیستی. در خصوص خیر احسان چنین باید آدم اندیشه سالم داشته باشد که فکر نکنه که من روز جمعه یا شنبه خیر احسان میکنم. امروز که هستی، امروز تدبر اندیشه کن، امروز خیر کن. خیر احسان را با آخر رمضان ماندن این عادت مردم است، تعلیمات دین و مذهب و عرفانی نیست. هر ساعت غنیمت بدان. چون در عرفیت مردم بود که مثلا سر را در روز معین میشستن، ناخن را در روز معین میگرفتن. کاری خیر هر زمان دیرش دیر است، باید هر زمان بیشتر باید خوبتر باید باشد و بروقتر باید باشد. مادامی که هدف بهره‌مند کردن یک برادر مسلمان یا خواهر مسلمان است یا همسایه و یک بی‌سرپناه است، هر ساعتی که اگر دیر کردی دیر است. درست است. غنیمت دانستن فرصت عمر. مثلا شخص تا سر در سر بیمار گریست نیست، چون روز بشد خود بمرد و بیمار بزیست. برای نقشه آینده را طولانی کشیدن در کار نیست و خیر احسان هرچی بر وقت اگر انجام دهند این بهتر و خوبتر است.